تا حالا فکر کردید که چه اتفاقی میفته اگه یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ ایران، جنگ چالدوران، به نفع ایرانی ها تمام میشد؟ آیا ایران امروز چهره‌ای کاملا متفاوت داشت؟ امروز قراره شما رو به سفری در زمان ببریم و با هم ببینیم که چرا این نبرد به یه نقطه عطف در تاریخ ایران تبدیل شد و چه اسرار ناشناخته‌ای پشت پرده این جنگ قرار داره. پس اگه میخواید رازهای این جنگ تاریخی رو کشف کنید، حتما تا آخر ویدیو با ما باشید. جنگ چالدوران یکی از مهمترین نبردهای تاریخ ایرانه که در سال 1514 میلادی بین دو امپراتوری بزرگ صفویان و عثمانیان رخ داده. اما برای درک بهتر این جنگ، ابتدا باید با دو شخصیت اصلی اون آشنا بشیم: شاه اسماعیل یکم و سلطان سلیم یکم. شاه اسماعیل یکم بنیانگذار سلسله صفویان در سال 1501 به قدرت رسید و با اعلام مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران تحولات بزرگی در کشور به وجود آورد. اون جوانی شجاع و جنگجو بود که تونست قلمرو وسیعی رو تحت فرمان خودش در بیاره. از اون طرف سلطان سلیم یکم یکی از بزرگترین و قدرتمندترین سلاطین عثمانی در سال 1512 به سلطنت رسید. اون فردی جاه طلب و بیرحم بود که به دنبال گسترش قلمرو عثمانی و تثبیت قدرت خودش در منطقه بود. جنگ چالدوران در نزدیکی شهر چالدوران در شمال غربی ایران رخ داده. این منطقه که در حال حاضر در استان آذربایجان غربی قرار داره، به خاطر موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی همیشه مورد توجه امپراتوری‌های بزرگ بوده. جنگ چالدوران نه تنها به دلیل اختلافات مذهبی و سیاسی، بلکه به علت عواملی مثل رقابت‌های اقتصادی و استراتژیک بین دو امپراتوری بزرگ صفوی و عثمانی رخ میده. در ادامه به بررسی دقیق تر این دلایل میپردازیم. اختلافات مذهبی یکی از اصلی ترین دلایل وقوع جنگ چالدوران بوده. شاه اسماعیل صفوی با اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران دست به یک تحول بزرگ مذهبی میزنه. این اقدام نه تنها پایه‌های قدرت اون رو در داخل کشور تقویت میکنه، بلکه باعث تنش با همسایگان سنی مذهب به ویژه عثمانیان میشه. از طرفی سلطان سلیم هم به شدت به مذهب تسنن پایبند بوده و هر گونه تهدید مذهبی رو به عنوان تهدیدی علیه قدرت و نفوذ خودش میدیده. در دوران شاه اسماعیل و سلطان سلیم، رقابت برای گسترش قلمرو و کنترل مناطق استراتژیک به اوج خودش رسید. صفویان و عثمانیان هر دو به دنبال توسعه قلمرو خودشون بودند و مناطق مرزی به ویژه در قفقاز و آناتولی به میدان جنگ و منازعه تبدیل شد. این مناطق نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از نظر اقتصادی هم بسیار مهم بودند و کنترل اونا به معنی دسترسی به منابع و مسیرهای تجاری بود. از طرف دیگه منابع اقتصادی و طبیعی منطقه از جمله راه‌های تجاری و منابع معدنی اهمیت زیادی برای هر دو امپراتوری داشت. تسلط بر این منابع به معنی افزایش ثروت و قدرت نظامی بود. مسیرهای تجاری از ایران به سمت اروپا و آسیای مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار بود و هر دو امپراتوری به دنبال کنترل این مسیرها بودند تا از مزایای اقتصادی اون بهره مند بشن. هر دو رهبر به دنبال تثبیت قدرت خودشون در داخل کشورشون بودن. برای شاه اسماعیل پیروزی در جنگ میتونست به معنی تقویت جایگاهش در بین قبایل قزلباش و افزایش وفاداری اونا باشه. از طرف دیگه سلطان سلیم هم با پیروزی در جنگ میتونست مخالفان داخلی خودش رو سرکوب و اقتدار خودش رو تثبیت کنه. اتحادها و تأثیرات خارجی هم نقش مهمی در بروز جنگ داشتن.
امپراتوری عثمانی در پی اتحاد با برخی از دولت‌های اروپایی بود تا بتونه صفویان رو تحت فشار قرار بده و شاه اسماعیل هم به دنبال حمایت از دولت‌های مخالف عثمانی در اروپا بود تا بتونه از فشار عثمانیان کم کنه. جنگ چالدوران در تاریخ 23 آگوست 1514 میلادی در دشت چالدوران در نزدیکی شهر ماکو در استان آذربایجان غربی امروزی رخ داده. این نبرد بین نیروهای صفوی به رهبری شاه اسماعیل یکم و نیروهای عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم یکم بوده. توی این جنگ سپاه عثمانی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر نظامی و استراتژی‌های مناسب تونسته بر سپاه صفوی غلبه کنه. شاه اسماعیل یکم با جمع‌آوری سپاهیان خودش از جمله قبایل قزلباش آماده نبرد میشه. سپاه اون شامل سوار نظام سبک اسلحه بوده که به سرعت و شجاعت شهرت داشتند. اما صفویان فاقد توپخانه و تجهیزات مدرن نظامی بودند، در حالی که سلطان سلیم با داشتن توپخانه سنگین و تفنگ‌های فتیله‌ای آمادگی بالاتری داشته. عثمانیان از سوار نظام سنگین، پیاده نظام و توپخانه قوی تشکیل شده بودند که توانایی تخریب بالایی داشتند. نبرد در صبح روز 23 آگوست آغاز میشه. سپاه عثمانی با استفاده از توپخانه سنگین خودش حملات اولیه رو آغاز میکنه. صفویان که از توپخانه بی بهره بودن به سرعت به خطوط عثمانی هجوم میارن. شاه اسماعیل با تکیه بر سوار نظام سبک اسلحه و حملات سریع سعی داشته خطوط عثمانی رو بشکنه. اون به طور مستقیم در خط مقدم جنگیده و نیروهاش رو تشویق به شجاعت و دلیری کرده. سلطان سلیم با استفاده از توپخانه و تفنگ‌های فتیله‌ای نیروهای صفوی رو تحت فشار قرار داد. تاکتیک‌های دفاعی عثمانیان که شامل صف‌آرایی منظم و استفاده از تجهیزات مدرن بوده، نقش مهمی در پیروزی اونا داشت. هنگامی که سپاه صفوی به خطوط عثمانی نزدیک شد، توپخانه عثمانی و تفنگ‌های فتیله‌ای خسارات زیادی به اونا وارد کردند. اما صفویان با وجود شجاعت و دلیری زیاد نتونستن در برابر تجهیزات پیشرفته عثمانیان مقاومت کنند. شاه اسماعیل توی این نبرد به شدت مجروح میشه. بسیاری از فرماندهان صفوی هم توی این نبرد کشته میشن. این شکست ضربه سنگینی به روحیه سپاهیان صفوی وارد میکنه. با شکست صفویان، عثمانیان تونستن مناطق استراتژیکی رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اما سلطان سلیم نتونست به دلیل مشکلات لوجستیکی و مقاومت‌های مردمی تسلط خودش رو توی این مناطق تثبیت کنه و به زودی مجبور به بازگشت میشه. با وجود شکست در جنگ چالدوران، شاه اسماعیل تونست به سرعت صفوف خودش رو بازسازی کنه و اقتدار خودش رو در ایران حفظ کنه. این جنگ به اون نشون داد که نیاز به تقویت و مدرنیزه کردن ارتش داره. اگرچه صفویان برخی مناطق مرزی رو از دست دادن، اما به سرعت در دیگر جبهه‌ها قدرت خودشون رو تثبیت کردن. برای عثمانیان پیروزی در جنگ چالدوران باعث افزایش قدرت و نفوذ سلطان سلیم در داخل امپراتوری عثمانی شد. اون به عنوان یک فرمانده نظامی موفق شناخته شد و این پیروزی به تثبیت قدرت سیاسی اون کمک کرد. اما مشکلات لوجستیکی و مقاومت‌های مردمی مانع از تثبیت کامل کنترل عثمانیان بر مناطق فتح شده شد. شکست در چالدوران نشون داد که ارتش صفوی نیاز به تجهیزات مدرن نظامی داره. این باعث شد که شاه اسماعیل و جانشینان اون به فکر ارتقاء تجهیزات نظامی خودشون بیفتن و تلاش کنند تا ارتش خودشون رو با استفاده از تکنولوژی‌های جدید تقویت کنند. این جنگ نشون داد که استفاده از توپخانه و تفنگ‌های فتیله‌ای میتونه تأثیر زیادی در نتایج نبردها داشته باشه. این تجربه باعث شد که در آینده دیگر فرماندهان نظامی هم به اهمیت تجهیزات مدرن نظامی پی ببرند.
با وجود پیروزی در جنگ، عثمانیان نتونستن کنترل کامل بر منابع و مسیرهای تجاری مناطق فتح شده رو داشته باشند. این باعث شد که صفویان به دنبال راه‌های جدید برای توسعه اقتصاد خودشون باشن و تجارت با دیگر مناطق رو تقویت کنن. شکست در چالدوران باعث افزایش همبستگی داخلی در بین ایرانیان شد. مردم به حمایت از شاه اسماعیل و حکومت صفوی ادامه دادند و این همبستگی به تقویت روحیه ملی و حفظ وحدت کشور کمک کرد. جنگ چالدوران باعث شد که صفویان بیشتر از پیش به ترویج مذهب تشیع بپردازند و این موضوع به تحکیم پایه‌های مذهبی حکومت صفوی کمک کرد. در مقابل عثمانیان هم به تحکیم مذهب تسنن در قلمرو خودشون پرداختند. بعد از جنگ چالدوران، صفویان و عثمانیان به دنبال تقویت روابط با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بودند. صفویان به دنبال اتحادهای جدید با دشمنان عثمانی در اروپا و آسیای مرکزی بودند تا از فشار عثمانیان کم کنند. جنگ چالدوران یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی ایرانه که تأثیرات اون تا امروز هم دیده میشه. نظر شما درباره تأثیرات این جنگ چیه؟